خودت فکر میکنی که تیوری که آدم و هوا بوده امی کدام ثبوت شده تا حالا که آدم و هوا بوده؟ آیا نظر داروین درست است؟ من خودم به او معتقد نیستم، اما عملا در نظر داروین یک ساینس موجود است. من خودم معتقد نظر داروین نیستم و باور ندارم که مادر رشد کرده، یکی ما شادی شدیم، یکی ما آدم شدیم، یکی خر شده، یکی اسب شده، باز آدم هم که شده، یکی شفیعار شده، یکی خودت شده، تفاوتات. یعنی من این باور ندارم، اما به این حداقل یک ساینس وجود داره. آقای عیار، شما داروینیسم قبول ندارین، داستان آدم و حوا را قبول ندارین، بفرمایین اعتقاد خود بگوین. خیر، اعتقاد من برات میگم، اعتقاد من ایست که انسان به هر طریقه، یا اگر رشد کرده یا اگر خلق شده، به یک رقم خلق شده که قدرت فهم خالق خود نداره. چی میگی داد؟ او خالق ما، او خالقه که مردم فکر میکنه که خلق کرده آدم و سوال ما درباره خالق نبود. سوال ما درباره خالق نبود. باشین از صبح یک دخترک و دیگر بچه اخبار بیادره که دیگر عرصی میکردن تا که نفوس بشر زیاد شده چطوره کنی. یعنی دایی هیچ گونه منطق وجود نداره، ساینس وجود نداره. ساینس نه که منطق وجود نداره. یعنی بابا نکشین گنده مزخرفات، اینا قاطی داره. ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو بری آب بزن دست صورته، پاشو من فردا میبرم کمتر کن. های عیار، من نگفتم داستان آدم و حوا را برام قصه کو، من گفتم اعتقاد خود بیان کو که تو چی را قبول داری. و اینا ما برای خودت میگم، ما برات گفتم خودت متوجه نشدی، خود متوجه نشدی. فرمال متوجه هستم. 5 دقیقه درباره اعتقاد خودت صحبت کو، 5 دقیقه مکمل درباره اعتقاد خودت صحبت کو، من گوش دارم. ای حتی 5 دقیقه کار نداره. ما برات باز میگم سعی کن این نقطه را خودت به دو نقطه تمرکز کنی، نقطه سوم من نمیفهمی. ما گفتم اگر ما رشد هم کردیم یا اگر خلق هم شدیم، با یک رقم رشد کردیم یا خلق شدیم که خالق خدا نمیتونیم ثبوت کنیم. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض، نه خریت نسبی هم، نه خریت محض، یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی، تجسم، اصلا خر رو تو حس گذاشتن اگه این کارو بکنی. یعنی تو بودی که خر از تو یاد گرفت خر شد. و رشد خودم نمیتونیم ثبوت کنیم. ما خالق میشناسیم، ما تنها درباره خلقت پرسان کردیم. اینمی خودش یک تیوریست، خودت متوجه نشدی که ما ضعیفتر از او خلق شدیم که بفهمیم که ما چطور خلق شدیم. ما عقل ما با همه سرعتش به او ایسه کار نمیته که عطا بفهمیم که همین دنیا چقدر کلانه، در کجا از کجا شروع شده، در کجا ختم شده. سیکو عطا ما تصور نمیتونیم که دنیا چطور شروع شده، زمان چطور شروع شده، چطور ختم میشه. زمانی که میگی ما خودت قرار میتی یا تمام علمای جهان جمع میکنی با خودت منعیس علمای جهان. برای ما بگو که دنیا به نظر خودت در کدام مثل ختم میشه؟ من نظر شخصی خودت بگویم یا نظر علما را بگویم؟ من حیث علما. باز تو هم باید پس یک چیز واضح شد. تو پشت من نگرد، خودت برای ما. نه خیره، پشت تو میگردم آقای عیار. خودت گفتی که تو اصلا نمیفهمی که یا از آدم و هوا انسان به دنیا آمده و انتشار یافته و یا هم من حیث عقیده داروینیسم به وجود آمده، درست؟ یعنی بین از این دو دانه خودت میخوایی که حتمی من یکی از این را قبول کنم؟ نه من نمیخوایم، من گفتم تو میتونی انتخاب سیومی را داشته باشی، لیکن خودت انتخاب سیومی نداشتی. وقتی که در بین دو آپشن که در سطح دنیا مطرح است، یکیشام انتخاب کردن نمیتونی و یکیشام برای تو قابل قبول نیست، پس حتما باید انتخاب سیومی را داشته باشی و یا باید اقرار کنی که تو خودت 60 سال از 50 سالت است اصلا نمیفهمی که تو و موجودات دیگه چی رقم به میان آمده. یعنی خودت درباره از این که انسان چی رقم به دنیا آمده اصلا فهم و درک نداری، درست؟
کاملا این گپ شما درسته. من او مردم اعتراف میکنم که من خودم این امیال ضعیفتر از او هستم که بفهم که خالق ما کیست، چطور مرا خلق کرده، چرا مرا خلق کرده. من تنها عدس و قیاس میکنم که به ما که عقل دادم مانای چیز که شفی تو را خلق کردیم تا که خودت سیاه و سفید دیده بتانی. به ما صحت داده، سلامت داده، دست و پای داده که شفی خودت بتانی برای خود زندگی جور کنی، گداییگر نباشی. این همه قشم میفهمم. از این بالا که دیگه به چی دلیل مرا جور کرده اوش من نمیفهم. این را اعتراف میکنم. اینا خودت که میفهمی بگو بر ما. باشه من تشریح میکنم. آقای عیار، خودت نام ریچارد داوکینز خوشونیدی درست؟ من اعتراف میکنم که من نمیفهمم دیگه. از این که زیادتر چی میخواست؟